باز یک هفته نو آغاز یافت و من شاله گلخواجه به همه شما از اون درود میفرستم از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در برنامه سرخطی رویدادهای امروز 24 ینور جلسه اضطراری اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان با شرکت‌های هوایی برای پایین بردن نرخ بلیط‌ها میگوییم. سازمان ملل متحد از روسیه و تاجیکستان خواست به شراف‌الدین گدایف جبران بپردازند از کاراندن دو کارمند پلیس برای تمجید و شانتاژ یک شهروند خارجی در دوشنبه. خبرهای دیگر نیز داریم. ماه فوریه در تاجیکستان سربارش خواهد بود. با گفته جمیله بایدولویوا معاون رهبر اجنسی آب و هواشناسی، ماه آینده بریدن برف و باران زیاد از جمله برف تر در نظر است. دوم ماه تغییریابی هوا در نظر بوده، روزانه تا 7-12 و شبانه تا 22 و 27 درجه خنک می شود. این پیشگویی در حالی است که ماه جوری نیز نامساعدی هوا و بریدن برف و فرآمدن تمن برای حرکت نقلیات و کار فرودگاه‌های کشور خلل ایجاد کرده، باعث لغو و به تأخیر افتادن ده‌ها پروازهای داخلی و خارجی شد. چون از پروازها گفتیم، اجنسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان از شرکت‌های هوایی طلب کرده است که نرخ بلیط تاجیکستان و روسیه را پایین برند. در عکس حال نسبت آنها چاره‌جویی خواهد شد. این مسئله هفته گذشته در جلسه اضطراری با اشتراک نماینده خدمات ضد نثاری و شرکت‌های اورالسکی اویالینی، یوتر، سیبیر، سیورنی ویتر و سومون ایر در میان گذاشته شده است. اجنسی اویاسیای گراجدانی از شرکت‌ها تقاضا نموده است که درباره بالا بردن نرخ بلیط هواپیما معلومات پیشنهاد کنند. همچنین بر رهبران شرکت‌های هواپیمایی مکتوب‌های رسمی فرستاده فوراً کاهش دادن قیمت بلیط هواپیما را طلب کردند. رهبریت مقامات هوانوردی بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی خاطررسانی نمودند که طبق قرار اجنسی در مجموع مبلغ بلیط‌ها در دو سمت، یعنی از تاجیکستان به روسیه و بازگشت، نباید از $500 بیشتر باشد. یادآور می‌شوم نرخ پرواز از تاجیکستان به مسکو و سال نو یک بار 100% بلند رفت. در عین زمان قیمت بلیط از روسیه به تاجیکستان نیز گران شد. امریکا امر داده است که اعضای عائله‌های کارمندان سفارت امریکا در کیف اوکراین را ترک کنند. همچنین واشنگتن به تمام شهروندان امریکا مشورت داده است که از سبب احتمال عملیات نظامی روسیه در اوکراین امکان ترک این کشور را ارزیابی کنند. دپارتمنت دولتی امریکا 23 ینور گفت اعضای عائله‌های کارمندان سفارت باید از اوکراین بیرون شوند. بر علاوه کارمندانی که حضور آنها حتمی نیست میتوانند از حساب دولت به وطن برگردند. به قول یک منصبدار بلندپایه دپارتمنت دولتی، امریکا با پشتیبانی از اوکراین صادق است و سفارت کارش را پورا ادامه خواهد داد. همین منبع افزود که بر پایه معلوماتی دسترس، روسیه نقشه دارد که ضد اوکراین یک عملیات گسترده نظامی راه اندازی کند. تفصیلات بیشتر در این باره داده نشده است. وزارت کارهای خارجه روسیه کشورهای پیمان ناتو را با افزایش تشنج در اوکراین متهم می‌کند. کرمل هر گونه نقشه حمله به اوکراین را به اساس خوانده، از ناتو طلب کرده است که برای رفع تشنج به طور خطی وعده بدهد که این پیمان در سمت شرق توسعه نمی‌یابد. پرزیدنت ارمنستان ارمید سارکیسیان از مقامش که به وجه عموم رمزی می باشد غیر منتظره استعفا داد. 23 ینور سارکیسیان 69 ساله در سامانه‌اش ابراز داشت که در دوره بحرانی کشور پرزیدنت صلاحیت کافی برای تاثیرگذاری در امور دولتی نداشته است. سارکیسیان در یکی از مسائل جدی و جمله شکست نیروهای ارمنستان در جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان در منطقه قره‌باغ کوهی با سروزیر این کشور نیکول پاشینیان اختلاف داشت. طبق کنستیتوسیای ارمنستان جمهوری پارلمانتی بوده، رهبری شاخه اجرایی دولت سروزیر است. سارکیسیان در پایان اظهاراتش اظهار امید کرده است که در ارمنستان اصلاحات کنستیتوسیونی به وقوع پیوسته. پرزیدنت آینده این کشور و دستگاه زیر رهبری او در فضای بیشتر متوازن فعالیت خواهند کرد.
شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. کمیته تفتیشاتی روسیه بعد 20 январ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شدن عکس نیم برهنه یک دختر روز در نزد مسجد جمعه مسکو با اتهام تحقیر احساس دینداران پرونده جنایی باز کرده است. این بند قانون تا 300,000 روبل جریمه و یا تا 1 سال زندان را پیش بینی می‌کند. گمان بر علاقه معلوم و پیدا کردند. امام خطیب مسجد جمعه مسکو ایلدار علایالدینوف گفته است که چنین عکس‌ها در نزد معبدها از تنزل معنوی و اخلاقی جامعه شهادت می‌دهند. به قول مفتی عکس نیم برهنه دختر واکنش تند و نارضایتی مسلمانان روسیه را به بار آورده است. ضمناً چند ماه پیش دادگاه تверской شهر مسکو به روسلان بوبیف، یک بلوگر توجیک و مدل آسیا اکیمووا که در پس منظر کلیسای وسیل بلاژنی عکسگیری کردند 10 ماه حبس تقاضا نموده بود. از نوپدید شدن امرالدین аловатшоев یکی از چهره‌های شناخته در بین جوانان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مسکو 2 هفته می‌گذرد. نزدیکانش میگویند او را کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دوشنبه آوردند، اما این نهاد گفت در بازگردانیدن аловатшоев از روسیه دست ندارد. این وزارت در گذشته نیز دست داشتنش را در بازداشت و به دوشنبه انتقال دادن وکیل مدافع عزت امان و رزمیکار چهارشنبه نیز رد کرده بود. با وجود این ردیه ها پس از چند خبری حضور آنها در دوشنبه را نشر کردند. گروه کاری سازمان ملل اوید به بازداشت‌های خودسرانه در پی بررسی پرونده از روسیه ربوده و به تاجیکستان بردن شراف‌الدین گدویف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد، بازداشت او را هم در روسیه و هم در تاجیکستان خودسرانه غیر قانونی و پایمال کردن حقوق بین‌المللی نامید. قرار گروه مذکور را روز 21 январ بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت. سازمان ملل از مقامات روسیه و تاجیکستان خواسته است که به شراف‌الدین گدویف برای پایمال کردن حقوقش جبران پرداخت کنند. مقامات تاجیکستان و شراف‌الدین گدویف در رابطه با قرار هنوز واکنش نکردند. ماه فوریه سال 2019 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که شراف‌الدین گدویف با خواهش خودش به وطن برگشته است. این در حالی است که شراف‌الدین گدویف بعد بازگشت به اروپا گفت او را در مسکو دستگیر کرده زوراً به تاجیکستان آوردند. گفته میشد که گدویف در پی تلاش‌های کشورهای اروپایی رها شد و به هلند برگشت. او یکی از منتقدان سختی حکومت تاجیکستان به شمار می‌رود. دو کارمند میلیسیای شهر دوشنبه را در پی شکایت یک شهروند فنلاندی برای طمع‌جویی و شانتاژ از مقام برکنار کردند. طبق گزارش ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان، سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی و ناظر منطقوی ماه اکتبر سال گذشته بدون یگان اساس به منزل اجاره شهروند خارجی درآمده، او و دوست دخترش را که به مهمانی آمده بوده است نواربرداری کرده تهدید نمودند که در اینترنت می‌گذارند. همچنین دخترانش چند شپاتی میزنند. کارمندان میلیسا $1000 طلب کردند. در نهایت جوان به آنها $300 و 1880 سومانی داده پگاهش بر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از عملهای غیر قانونی کارمندان میلیسا شکایت نوشته است. ماه بعدی از وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه جواب آمده است که کارمندان میلیسا برای پس زدن شأن و شرف شهروند فنلاندی از وظیفه آزاد کرده شدند. حکومت شهر کولوب از آغاز تعمیر روی این شهر خبر داده است. پهنای راه 7 متر را در بر گرفته در دو شفت آن بنیاد راههای پیاده‌گرد، شبکه‌های روشن‌نمایی، خطای آبگذر و دیگر واسطه‌های خدمت رسانی پیش بینی گردیده است. به قول منبع با تعمیر شدن راه، حرکت نقلیات در خیابان اسماعیل سامانی نزد بازار سخاوت، مرکزهای سودای این شهر به تنظیم در آمده تنبشوی ماشین‌ها نیز کم خواهد شد. مقامات شهر کولوب به مسئولین سپارش دادند که تعمیر راه در مهلت معین شده و با صفت انجام بدهند. از یک سو راه‌های تنگ در کولوب و از طرف دیگر زیاد شدن ماشین‌ها سبب تنبشوی واسطه نقلیات عنوان می شود.
دوستان خوبم، حالا برایتان درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدم. امروز 24 ینور بانک ملی $1 و 11 سومونی و 30 درهم تعیین کرده است. 1 یورو 12 سومونی و 80 درهم مقرر شده است. قرب روبل روسی 147 سومونی و 30 درهم را تشکیل میدهد. بینندگان عزیز، تشکر بی اندازه که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید. با امید دیدار نوبتی با شما نشر امروزه سرخط رویدادها را به پایان میبرم. ملاقات بعدی من با شما فردا در همین وقت خواهد بود. خود را احتیاط کنید از زیان و خدا نگهبانتان.